آقا سلام علیکم. خسته نباشین جناب آقای بنیا ستاد یا هر کی که هستین. نگاه کنین این وضع خونه های ماست. الان ملاحظه کنین خونه ساختین اینا داره میزنه ازش خاک داره میاد بیرون خاک. فردا میخوان زن و مرچه مردم اینجا زندگی کنن. الان شما مشاهده کنین خاک همش خاک. خب سیمان این دیوار کجاست؟ شما بگین سیمانش کجاست؟ الان نگاه ملاحظه کنین. اندالله اند رسول نگاه کنین آقا. بعد میگن مشکلی پیش اومده نمیدونم مردم همکاری نمیکنن فلان نمیکنن. الان داخل خونه مردم به جای سیمان پر از ماس بادی و سنگ. الان ما میگیم سنگ داشته باشه ولی ماس بادی از کجا الان اومده؟ نگاه خب الان نگاه کنین. ملاحظه کنین مثل آب داره ازش ماسه میریزه مثل آب. خب الان ما اینو با کدوم ارگان به کی باید نشون بدین؟ آقا کی جواب گوه؟ فردا آقا زن و بچه مردم تو این خونه میخوابن، بچه مردم زندگی میکنه. این شخص باید با آسایش تو این خونه زندگی کنه، نه خونه ای که پر از خاک. الان میبینین الان اصلا شما اینجا سیمانی میبینین به جز این خود بلوکه. قطر سیمان رو نگاه کنین، فقط یه سیمان نازک کشیدن تمام واسه نمونه. نگاه هنوز نزده سوراخ نشده خاک داره ازش میاد بیرون. نگاه